دوستان عزیز به اولین ویدیوی مجله سرگرمی خوش اومدید. اینجا نوار غزه است، یه بارکه کوچیک که کلاً 41 کیلومتر طول و 6 تا 12 کیلومتر هم عرض داره. یه طرفش دریای مدیترانه است، یه طرفش مصر و دو طرفش هم اسرائیل. همین منطقه کوچیک 5 تا شهر داره که معروف ترینش غزه و خان یونس که حدود 2,300,000 نفر جمعیت داره. جالب بدونید مردم نوار غزه حق ورود و خروج به مرزها رو ندارن. حریم آبی و هواییشون هم بلوکه کرده، حتی توانایی صادرات و واردات هم ندارن. هیچی. تنها کسایی که اجازه دارن از غزه وارد آب بشن ماهیگیران. تا همین 2005 همین منطقه به اشغال اسرائیل بود و 7700 اسرائیلی توش زندگی میکردن، ولی خب اونو عقب نشینی کردن و منطقه رو به دولت خودگردان فلسطین دادن. هنوزم کنترل این منطقه تا حدودی دست اسرائیل. جالب بدونید در حالی که نرخ رشد جمعیت ایران زیر 1%